سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها همونطور که از تایتل ویدیو معلوم بود، من حدود 2-3 روز پیش بود که یک دست لون ولف ساعت 1:30 صبح بود کردم و رفتیم و دیدم که یک ست ساکورا به من انداخته و انمی ست ساکورا داشت. اولش که رفتم از دور فکرم خطای دیده یا مثلا یه ستی شبیه اونه، ولی دیدم نه، ست ساکورا بود و باش بازی کردم. یه جوری تغییرش نابودش کردم دیگه. حالا ممنون شم که این ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین. ویدیوشو ببینیم، بعد بیام براتون توضیحاتش رو بدم. خب بچه همونطور که ویدیو رو دیدید، الان من باهاتون توضیحات بیشتر بدم. اسم یارو نمیشه بیزید سلطان و فکر میکنم عربه دیگه، چون عرب از این اکانت های شاخ دارن خیلی هاشون. و نها کنید ست لباس ساکورا، شلوار هری، اون ماسکش هم چیه؟ موش هم فکرم ساکورا، نه موش ساکورا نیست، نه موش که ساکورا نیست، موش چیزه. و آره نها کنید خیلی انگار مثلا تازه، نها کنید اینجوری بود. اینم از حالا برخوردایی که باش داشتم و فلان بود. نکنه یخ منم که فقط اسکرین میگرفتم، تا حالا مثلا با ساکورا رو در رو نبودم و خب چیزی که خیلی کم پیش میاد. نکنه میبینید اصلا معلوم نبود چی کار میکنه. اینجا یه دونه منو زد، زدم خورد، نه دمیجش با یه تیر کلن به چوخ رفت تو زون مرد. کلن اصلا معلوم نبود بخور. اسمش هم که اونجا دیدید دیگه، بیزید سلطان بود. بعد ایکی برداشت، ایکی یو ام پی با فکرم دیزل، نه همین ایکی یو ام پی برداشت. و من یه دست از دور فکر میکنم با اسنایپ زدمش، نمیدونستم که ساکوراه دیگه، زدمش. بعد اون یه دست اول چیز شد. اینجا هم که میبینید اینجا من زدمش، بعد دیگه من اصلا نمیخواستم بزنم، میخواستم مثلا باش رفیق شم فلان، من بیارم تو فرندا. اد فرندم دادم به من، ولی خب قبول نکرد. چون نه کنی اینجا چیز میکنم، هی داره مثلا نورنجک میندازه و فلان و مثلا من نمیدونم. اینجا هم که من فقط اسکرین میگرفتم. نکنی این گاناشو نها کنی بچه ها، همش هم مکسه، یعنی اکش خداه.
گاناش مکس فلان، من نمیدونم نکن چجوری بازی میکرد. اینجا یه دفعه قدر کاراکتر و اینجوری شد که تبل شادانه بکن پیروز و مردانه بکن. دست سوم از این دست به بعد که همونطور داخل ویدیو دیدید بک داد بچه‌ها. ساکورا جلوی من بک داد و تحقیر یک ساکورای عرب رو ما اینجا شاهد بودیم و بک داد. بریم که چیز رو داشته باشیم. خب بچه‌ها همونطور که ویدیو رو دیدید از دست سوم بعد ساکورای بک داد و ساکورای عرب به دست من تحقیر شد. یک تحقیر بسیار بسیار زیبایی ساکورای عرب به دست من تحقیر. دیدی گاناش هم که دو ایکیوچیدش مکس بود، ساکورا هم داشت شواهری کلن یه اک فول داشت و اک خوبی بود، ولی نمیدونم چرا اونجوری بازی میکرد. یخ جاستین بیبر هم کلن یه جوری انگار مثلا معلول بود حالا، ولی خب تغییر شد و مهم همینه و باید آدم یاد بگیره که همه چیز اکانت نیست و شما میتونید پول داشته باشید بریم بهتر کنید، ولی بازی داشته باشید هیچ به درد نمیخوره. بچه یه برنامه‌ای هم من دارم، احتمالاً بخوام یه اکانت رو برای قرعه کشی بذارم، حالا ویدیوش هم براتون میگیرم، حالا احتمالاً بعد این ویدیو بعدی کانال باشه. ممنون میشم که این ویدیو رو حتما لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید، کامنت هم بذارید. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.